یک چیز همی چند تا دلغک تیک تاک فراموش کرده، دلغک های تیک تاک و فیسبوک و یوتیوب. اسکندر مقدونی آمد 2500 سال پیش، تقریبا 2500 سال پیش، برای از بین بردن پشتون. چی حالت سرش آمد؟ 12-19 چنگیز و بچهش آمد با خاطر از بین بردن پشتون. چی حالت سرش آمد؟ انگلیس آمد با خاطر از بین بردن پشتون. چی حالت سرش آمد؟ بعد از او چندین تحول دیگه درونی شد با خاطر از بین بردن پشتون. چی کارا سرتان شد؟ باز بعد از او میاییم روس آوردین با خاطر از بین بردن پشتون. چی حالت شد؟ باز 45 کشور آوردین با خاطر از بین بردن پشتون. چی حالتشان شد؟ نکنه نو بده بیخی خدا کنده رو ایستیم. تا که با پشتون کنار نشینیم از بین بردن نمیتونیمش. پشتون و قومی است که از طریق راه ابریشم تجارای وقت با مدینه منوره به رسول الله مبارک از غیرت، شهامت، شجاعت و جنگندگی از یا پیام میداد. برین بخوانند در تاریخ. ما پدرم یک تاجیک بود اما با افتخار به تاریخ پشتون افتخار میکرد. چرا؟ دلیل داره. میخوای بگویم برات؟ نمیگم. با خاطر نمیگم که تنبانت کشیده میشه. او راز را که ما با چند تا بزرگای دیگه که از ما بود میفهمن که بگویم برات تنبانت کشیده میشه. با او خاطر نمیگم. با او خاطر مردم تابع سلطنت پشتون شدن در افغانستان. تمام اقوام. دلیل داره، بسیار دلیل خوبیش داره که من نمیگم. او را برین پیدا کنین. تاریخ دانکای تیک تاک تمام روز پیو 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 پشت پشتون گپ زده رایستین. گاهی احمد شاه عبدالله را دو میزنین، گاهی میرویس خان نیکره، گاهی کس دیگه شه. اگر شما را جد و اجداد و پشت و پشتوانه تان حقیقت گفته بود، شما به قبر احمد شاه عبدالله میرفتین، یک خوب سلامی میکردین و خوب یک تشکری هم ازش میکردین، یک دعا و یک ختم برش میکردین. خو نه.